یه لحظه تصور کنید بهتون بگن فقط 30 روز وقت دارید کشوری که سالها توش زندگی کردید رو ترک کنید. شاید خیلی دور از ذهن بیاد نه؟ ولی خب با این تغییرات جدید و خیلی بزرگی که توی قوانین مهاجرت بریتانیا داره اتفاق میفته، این دیگه برای بعضیا فقط یه فرض نیست، یه واقعیته. دقیقاً انگار دولت بریتانیا داره کل سیستم مهاجرتش رو زیر و رو میکنه. هدفهای مشخصی هم اعلام کردن، درسته؟ بله. 2 تا هدف اصلی دارن. یکی این که کلاً آمار مهاجرت رو بیارن پایین. صحبت از کم کردن حدود 100,000 نفر در سال هست. 100,000 نفر؟ آره. و دوم این که بیشتر تمرکز کنن روی جذب نیروی کار خیلی ماهر. اونایی که تحصیلات دانشگاهی دارن و تخصص بالایی دارن. خب این تمرکز جدید یعنی یه عالمه تغییر دیگه هم پشتش هست دیگه. از ویزاهای کاری که سخت‌تر شده بگیر تا هزینه‌ها که رفته بالا. دقیقاً. شرایط اقامت دائم سخت‌تر شده، حتی سیستم پناهندگی هم داره عوض میشه. هدف ما هم دقیقاً همینه که توی این گفتگو با هم یه نگاه دقیق‌تری به این تغییرات بندازیم. میخوایم به شما کمک کنیم که بفهمید اینا چه تأثیری روی زندگی کسایی میذاره که میخوان بیان بریتانیا برای کار، تحصیل یا اینکه به خانواده‌شون ملحق شن. خب از کجا شروع کنیم؟ شاید از همون بحث داغ حقوقا؟ آره، فکر کنم اون ملموس‌تر از همه باشه. یکی از بزرگترین تغییرات همین افزایش شدید حداقل حقوق برای ویزای کارگر ماهر، همون skilled worker ویزا. چقدر افزایش پیدا کرده؟ ببینید از می 2025 کف حقوقی که لازم بود 26,200 پوند بود، یهو میپره روی 38,700 پوند در سال. 38,700 پوند؟ این که تقریباً 48% افزایشه. دقیقاً، یه جهش خیلی بزرگه. خب این عدد 38,700 حتی برای خیلی از شغلای تخصصی داخل خود بریتانیا هم حقوق کمی نیست. یعنی واقعاً دارن سطح انتظار رو خیلی بالا میبرن. فلسفه‌شون چیه؟ استدلال رسمیشون اینه که اینطوری بریتانیا میتونه نیروی کار با مهارت‌های واقعاً بالا رو جذب کنه، همزمان هم دیگه کمتر به نیروی کار خارجی که مهارت یا حقوق پایین‌تری دارن وابسته باشن. خب این که فقط شامل مشاغل خیلی سطح بالا نمیشه، درسته؟ نه اصلاً. تأثیرش خیلی گسترده است. از معلم و مهندس بگیر تا مثلا سرآشپز یا متخصص فنی، خیلی ها رو شامل میشه. پس یعنی هر کسی که الان با ویزای کار اینجاست یا میخواد اقدام کنه و البته کارفرماها باید سریع حساب کتاباشون رو با این عدد جدید چک کنن. باید ببینن اصلا میتونن این شرایط رو فراهم کنن یا نه. خب این از کارگرای ماهر. دانشجوهای بین المللی چی؟ اوضاع برای اونها چطور شده؟ دانشجویان بی‌نصیب نموندن متاسفانه. یکی از تغییرهای مهم برای اونها مربوط به ویزای بعد از تحصیله، همون graduate route. آها، اون ویزایی که اجازه میداد بعد درس بمونن و کار پیدا کنن؟ دقیقاً. قبلا میتونستن تا 2 سال بمونن، الان این مدت کم شده و رسیده به 18 ماه. یعنی 6 ماه فرصت کمتر برای پیدا کردن یک کار مناسب و تبدیل ویزاشون. این فشار زمانی رو خیلی زیاد میکنه ها. بله، قطعاً کار رو سخت‌تر میکنه. البته خب نکته اینه که خود این مسیر ویزای فارغ التحصیلی حذف نشده. هنوز هست. خب اینم یه نکته مثبت حداقل. آره، یعنی اون 18 ماه هنوز یه فرصته. ولی خب شکی نیست که فارغ التحصیلا باید خیلی سریعتر و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر عمل کنن تا توی این زمان کمتر کار پیدا کنن و بتونن ویزای کالی بگیرن. درسته. خب بریم سراغ خانواده ها. انگار برای اونها هم خبرای خوبی نیست، مخصوصا از نظر مالی، برای پیوستن به اعضای خانواده‌شون که اینجان. بله، متاسفانه. شرایط مالی برای ویزاهای خانوادگی هم خیلی سخت‌تر شده. ببینید از آپریل 2025 حداقل درآمدی که اون فرد ساکن بریتانیا یعنی اسپانسر باید نشون بده تا بتونه مثلا برای همسر یا بچهش ویزا بگیره، از 18,600 پوند رسیده به 29,000 پوند. 29,000 پوند. و این تازه اولشه. برنامه اینه که تا اوایل سال 2025 این عدد باز هم بیشتر بشه و برسه به همون 38,700 پوند. یعنی همسط با ویزای کارگر ماهر؟ دقیقاً.
یعنی درآمد لازم برای آوردن خانواده تقریباً 2 برابر شده. دلیل این افزایش اینقدر شدید چیه؟ توجیه دولت اینه که میخوان مطمئن بشن اون اسپانسر واقعا توانایی مالی داره که خانواده‌اش رو کامل حمایت کنه و دیگه نیازی به کمک‌های دولتی نباشه. خب این یعنی باید کلی مدرک مالی قوی ارائه بدن دیگه. اوه بله، فیش حقوقی، صورت حساب بانکی، اظهارنامه مالیاتی، همه چی رو خیلی دقیق بررسی میکنن. تازه در کنارش باید مدارک اثبات رابطه خانوادگی هم باشه. و انگار فقط حداقل درآمد نیست که رفته بالا، خود هزینه‌های دولتی برای درخواست ویزا و کارهای مهاجرتی هم بیشتر شده. آره، دقیقاً. از آوریل 2025 هزینه‌های مختلف ویزا هم یه تکونی خوردن. مثلا ویزای توریستی یا همون بازدید کننده از 100 پوند شد 115 پوند. خب این یعنی تقریباً همه نوع ویزای گرونتر شده، کاری، تحصیلی، خانوادگی. بله، تقریباً همشون یه افزایشی داشتن. پس علاوه بر این که شرایط سخت‌تر شده، خود اقدام کردنم پول بیشتری میخواد. خیلی مهمه که شما اگه قصد مهاجرت دارید، حتما قبل از هزینه‌های جدید خبر داشته باشید و توی برنامه‌ریزی مالیتون ببینیدشون. خب غیر از پول، تغییر دیگه‌ای هم هست که باید حواسمون بهش باشه، مثلا زبان انگلیسی؟ آره، زبانم هست. البته خب همیشه مهم بوده، ولی الان انگار تأکید بیشتری روشه. برای بیشتر ویزاها باید با آزمون‌های استاندارد مثل آیلت نشون بدید که هر 4 تا مهارت زبانتون، یعنی شنیدن، صحبت کردن، خوندن و نوشتن، در سطح قابل قبولی هست. خب این البته منطقیه، بالاخره برای کار و زندگی اینجا باید بتونی ارتباط برقرار کنی. دقیقاً. برای اینکه هم تو محیط کار موفق باشی و هم تو جامعه جا بیفتی، زبان خیلی مهمه. یه بحث دیگه‌ای که بود لیست مشاغل مورد نیاز بود. اونم تغییری کرده؟ بله، اون لیست یعنی Shortage Occupation List بازنگری شده و یکم محدودترش کردن. یعنی چی محدودتر شده؟ ببینید، این لیست شامل شغل‌هایی بود که بریتانیا توشون کمبود نیرو داشت و کارفرماها میتونستن با شرایط یکم راحت‌تر براشون نیروی خارجی بیارن. الان بعضی از اون شغل‌ها مثلا تو بخش مراقبت‌های اجتماعی یا بعضی تخصص‌های مهندسی دیگه تو این لیست نیستن یا شرایطشون سخت‌تر شده. آها، پس یعنی جذب نیروی خارجی برای اون شغل‌ها سخت‌تر شده و اولویت با نیروی داخلیه. درسته. کارفرماها الان باید خیلی دقیق‌تر چک کنن، ببینن شغلی که میخوان براش نیروی خارجی استخدام کنن اصلاً هنوز جزو این لیسته یا نه. به نظر میاد علاوه بر این که اومدن سخت‌تر شده، موندن و حتی احتمال اخراج هم وضعیتش فرق کرده، درسته؟ بله، متاسفانه همینطوره. قوانین جدید خیلی سفت و سخت‌تر شدن در مورد تخلفات مهاجرتی. یعنی حتی چیزایی که قبلا شاید یه تخلف کوچیک حساب میشد، الان میتونه باعث بشه ویزا رو باطل کنن و فرد رو از کشور اخراج کنن. واقعاً؟ بله. هدف اعلام شدهشون اینه که امنیت عمومی رو حفظ کنن و مطمئن بشن قوانین مهاجرت رعایت میشه. این بخشش واقعاً نگران کننده است. چه توصیه‌ای برای کسایی که الان اینجا زندگی میکنن دارید؟ ببینید، مهمترین چیز اینه که همیشه از وضعیت دقیق ویزاتون باخبر باشید. تمام قوانین مربوط به اقامتتون رو مو به مو رعایت کنید و اگه خدایی نکرده کوچکترین سوال یا مشکلی پیش اومد، اصلاً وقت رو تلف نکنید و سریع برید سراغ یه مشاور حقوقی خوب و معتبر. یعنی آگاهی و اقدام سریع کلیدیه. دقیقاً. این میتونه جلوی مشکلات خیلی بزرگتر رو بگیره. و این سختگیری‌ها به تمدید ویزا هم رسیده؟ یعنی کسی که سالهاست اینجاست برای تمدید هم کارش سخت‌تر شده؟ بله، از سال 2025 به بعد برای تمدید بیشتر ویزاها مدارک بیشتری نسبت به قبل میخوان. چه مدارکی مثلا؟ باید دوباره ثابت کنید که همچنان شاغل هستید اگه ویزاتون کاریه، سوابق مالیتون بروزه و مدرک زبانتون هنوز معتبره. در واقع میخوام مطمئن بشن که شما در طول اقامتتون همچنان همه شرایط لازم رو دارید. پس دیگه تمدید ویزا یه کار روتین و ساده نیست. باید از قبل براش آماده بود و مدارک رو جمع کرد. خب میرسیم به یه حوزه دیگه که همیشه بحث انگیز بوده، پناهندگی. اونجا چه خبره؟ سیستم پناهندگی هم داره تغییرات اساسی میکنه. یه لایحه جدید دارن به اسم لایحه امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت 2025 که خب خیلی چیزا رو عوض میکنه. مثلا چی؟
مثلا تلاش میکنن روند بررسی پرونده ها رو خیلی سریعتر کنن، مهلت ها رو کمتر کردن و اختیاراتشون برای بازداشت پناهجوها هم بیشتر شده. هدفشون از این کارا چیه و چرا اینقدر سر و صدا کرده؟ دولت میگه میخواد یه سیستم پناهندگی کارآمدتر و عادلانه‌تر درست کنه که سریعتر تکلیف پرونده ها معلوم شه و جلوی سوء استفاده ها گرفته بشه. اما خب منتقدای زیادی نگرانند. نگران چی؟ نگران این که این سرعت عمل باعث نشه دقت کار بیاد پایین و حقی از کسی ضایع بشه. در مورد بعضی قوانین دیگه مثل بازداشت هم نگرانی‌های حقوق بشری وجود داره. بحث پیچیده‌ایه واقعاً. و آخرین مورد بازم برمیگرده به جیب مهاجرها. هزینه بیمه درمانی اجباری، همون IHS. آره، اونم باز داره گرون میشه. هزینه سالیانه بیمه سلامت مهاجران IHS که خب بیشتر کسایی که ویزا دارن باید بدن تا بتونن از خدمات درمانی دولتی NHS استفاده کنن، از ژانویه 2026 دوباره میره بالا. چقدر میشه؟ برای هر بزرگسال میشه سالی 1500 پوند و برای هر بچه 1200 پوند. 1500 پوند خیلی زیاده. بله، مبلغ قابل توجهیه. توجیهشون هم اینه که این پول کمک میکنه به بودجه NHS و خب مهاجرا هم دارن سهم خودشون رو در هزینه‌های درمانی میپردازن. بسیار خوب. فکر کنم تقریباً تمام جنبه‌های مهم این تغییرات بزرگ رو بررسی کردیم. از اون افزایش شدید حقوق و شرایط مالی بگیر تا محدودیت‌های جدید برای دانشجوها، خانواده‌ها، سختگیری‌های بیشتر تو اجرای قوانین و حتی تغییرات تو سیستم پناهندگی. دقیقاً. مجموع اینها نشون میده که سیاست‌های مهاجرتی بریتانیا داره یه چرخش اساسی میکنه. پیامداش هم قطعاً خیلی گسترده است و روی زندگی خیلی‌ها تأثیر میذاره. هم مهاجرای فعلی، هم اونایی که میخوان بیان، هم کارفرماها و حتی خود جامعه بریتانیا. درسته. تو این شرایط واقعاً مهمترین کار برای هر کسی که به نوعی با این سیستم سر و کار داره اینه که اطلاعاتش دقیق و بروز باشه و خیلی با هوش و با برنامه با این چالش‌های جدید روبرو بشه. و شاید سوالی که آخرش برای شما شنونده عزیز باقی میمونه اینه که با این همه تاکید روی مهارت‌های خیلی خاص، درآمدهای بالا و این همه مانع مالی و اداری که داره بیشتر میشه، این مسیر جدید در دراز مدت چه تأثیری میتونه روی چهره اجتماعی بریتانیا بذاره؟ آیا همچنان یه مقصد جذاب برای استعدادهای جهانی باقی میمونه؟ سوال خیلی خوبیه. سوالیه که جوابش رو احتمالاً باید در سالهای آینده ببینیم.